و یا دیدن اشیای نزدیک و حتی زمان احساس خطر. حلزون نمیتواند سرش را به طرفین ببرد، اما با استفاده از شاخک‌ها چشمهایش را تکان می‌دهد. روی صورت حلزون به مانند شاخک‌های چشم 2 شاخک دیگر نیز وجود دارد که کوچکتر از شاخک چشم است. اینها حسگرهای حلزون هستند که مابین چشم و دهان قرار دارند.